خيبر خيبر يا يهود، بلند خيبر خيبر يا يهود. فقط بشینیم دستار بالا کنیم همه صف آخر اول. خیبر خیبر یا یهود، خیبر خیبر یا یهود. جيش محمد سوف يعود، جيش محمد سوف يعود. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بأمید آن روزی که بأمید آن روزی که بشنویم بیت المقدس عزیز ما از چنگال یهود غاصب و جنایتکار آزاد بشود. بأمید آن روزی که ملت مظلوم فلسطین هم به راحتی سحری و افطار خود را داشته باشند. بأمید آن روزی که ادای مسئولیت بنماییم در برابر ملت مظلوم غزه. بأمید آن روزی که صدای او زن فلسطینی را بشنویم که صدا می کند مدد یا افغانستان. زن فلسطینی شما ملت را صدا می کند، زن فلسطینی شما مجاهدین را صدا می کند، صدا می کند مدد یا افغانستان، مدد یا امت الاسلام. عزیزان من، ما به راحتی سحری می کنیم، ملت مظلوم فلسطین سحری ندارد. سحریشان با خون دفلکانشان هست، افطارشان با خون عزیزانشان هست. بیاییم که در این شب و روزها دعا کنیم و دعا را فراموش نکنیم. حالا گوش جان می سپاریم به پیام مولانای شهید خود و بعدا دعا می کنیم. سروران عزیز و بزرگوار